هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد گفتگوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم با خوارج. هنگامی که خوارج در کوفه داخل شدند، نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم رفتند و گفتند: ای شیخ، از کفر توبه کن. امام گفت: من از تمام کفرها به سوی الله توبه کردم. خوارج امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم را رها کردند و رفتند. بعد از اینکه در کوفه قدرت پیدا کردند، نفر به آنها گفت: ابو حنیفه از کفر توبه کرد. او همان کفر را در نظر داشت که شما در آن راه هستید. خوارج دوباره نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم آمدند. سردارشان به امام گفت: ای شیخ، تو از کفر توبه کردی، مقصد تو همین راه اختیار کرده ما بود؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم گفت: آیا این را به گمانت میگویی یا به علمت؟ خوارج گفت: به گمانم میگویم. امام گفت: الله تعالی میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از گمان بسیار دوری جویید. به درستی که بعضی از گمانها گناه است و این با گمان گفته تو خطا هست و تمام خطاها نزد تو کفر هست. پس خودت اول از کفر توبه کن. سردار خوارجان گفت: بله، راست گفتی شیخ، من از تمام کفرها توبه میکنم. مراتب دیگر سلاحان خود را برداشته آمدند تا با امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم بحث و مناظره کنند، زیرا شنیده بودند که امام ابو حنیفه هیچ کس از اهل قبیله را کافر نمیگوید. آمدند و گفتند: دو جنازه در نزد مسجد هست. یکی از آنها مردی هست که شراب یعنی عرق نوشیده است تا اینکه مدهوش شده در همین حالت از دنیا گذشته است. دومین باشد زنی هست که زنا کرده است تا اینکه از زنا حامله شده سپس خود را کشته است. حکمشان چیست؟ آیا کافر هستند یا مسلمان؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم گفت: این دو نفر از کدام ملت بودند؟ آیا یهودی بودند؟ خوارجیان گفتند: نه، یهودی نبودند. امام گفت: آیا نصرانی بودند؟ آنها گفتند: نه، نصرانی نبودند. امام گفت: آیا مجوسی بودند؟ آنها گفتند: نه، مجوسی نبودند. امام گفت: از کدام ملت بودند؟ آنها گفتند: از ملت بودند که به یگانگی خدا و پیامبر بودن محمد صلی الله علیه و سلم شهادت میدادند. امام گفت: به من بگوید که شهادت 3 ایمان هست یا 4 یا 5 ایمان؟ آنها گفتند: ایمان 3 و 4 و 5 نمی شود. امام گفت: شهادت چند قسم ایمان هست؟ آنها گفتند: شهادت کل ایمان را در بر میگیرد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم گفت: نباشد چرا مرا درباره قومی که خود گفتید و اقرار کردید که از اهل ایمان هستند سوال میکنید؟ آنها گفتند: نباشد به ما بگوید که آیا اینها اهل جنت هستند و یا اهل دوزخ؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم گفت: مادامی که اینقدر پافشاری دارید، من درباره این دو آن چیزی را میگویم که پیغمبر خدا ابراهیم در مورد قومش که قوم او گناهش از دو میت بزرگتر بود گفت: پروردگار، اینها بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هر کی پیروی من را کند پس او از آن من هست و هر کی نافرمانی من را کند پس به درستی که تو بخشاینده و مهربان هستی. و در مورد اینها آن چیزی را میگویم که پیغمبر خدا عیسی و قومش که گناه آنها از این دو میت بزرگتر بود گفت: خدایا، اگر اینها را عذاب کنی آنها بندگان تو هستند و اگر آنها را بیامرزی پس به درستی که تو غالب استوارکار هستی. و در مورد اینها آن چیزی را میگویم که نوح به قومش گفت. قوم نوح به او گفتند: آیا به تو ایمان آوریم و حال آنکه مردم پست تو را پیروی کردند؟ نوح علیه السلام گفت: من موظف به دانستن اعمال آنها نیستم، حساب آنها به جز پروردگاری من بر کسی نیست. در مورد این دو آن چیزی را میگویم که پیغمبر خدا نوح به قومش گفت: خدا داناتر است به آن چیزی که در نفس آنها هست. بعد از شنیدن این سخنهای امام، خوارج سلاحان خود را بر زمین گذاشته و گفتند: ما از تمام آن دین و آیینی که قبلا در آن بودیم بیزاری میجوییم و خدا را با آن دینی که تو هستی عبادت میکنیم. به تحقیق خداوند به تو فضل و علم و حکمت بزرگ داده است. مناقب امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم، صحیفه 108-151. الله تعالی امام بزرگوار ما، محدث و فقیه ملت امام ابو حنیفه را غرق دریای رحمت خود گرداند. واقعا هم مرد حکیم بزرگی بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.